یه سوال، راستی دربی سال 72 چی شد؟ فکر کنم بردیمتون دیگه. اون سال اصلا دربی برگزار نشد. چرا؟ چون اون سال استقلال لیگ دسته 3 بود. راستی 3 تا از اسطوره‌های فوتبال ایران رو میتونی بهم بگی؟ خب علی دایی، علی کریمی، کریم باقری. اینا که همه پرسپولیسی بودن. بد شد که. راستی امسال بازی‌های پرسپولیس توی آسیا از کدوم شبکه پخش میشه؟ آها یادم نبود سهمیه آسیا رو ازتون گرفتیم. تنها تیمی که به 3 تا خوردنش افتخار میکنه استقلاله. آره ما مثل شما به قهرمانی با گل آفساید افتخار نمی‌کنیم. از این به بعد اگه تونستید با وجود وی آر قهرمان بشید و سهمیه آسیا بگیرید. مهم نیست که ما قهرمان بشیم یا نشیم. مهم اینه که هرچی شما تلاش کنید نمیتونید بهمون برسید. راستی 29 تا پیروزی معذرت.